احساسات شما یک حقیقت نیست، بلکه یک فرضیه است. اکثر آدما وقتی میگن بالغ باش، منظورش چی است؟ که یعنی خاموش باش، تحمل کو، واکنش نشان ندی. و در واقع این بلوغ نیست. این سرکوب احساسات و سرکوب سیگنال هایی است که به مغز شما میرسه. و خود سرکوب احساسات میتونه کورتیزول بالا ببره، سیستم ایمنی شما رو ضعیف بکنه، شما رو به یک آدم تنبلتر تبدیل بکنه. یعنی یک کسی که خودش مثل یک دیوار سنگی خیلی بزرگ میبینه و در واقع اصلا شاید چیزی نباشه. پس سوال این است که یعنی بلوغ عاطفی واقعی چیست؟ بلوغ عاطفی واقعی است که بفهمی که احساسات تو یک پیام رسان است، یک سیگنال است، یعنی یک مسنجر است، مثل واتساپ و مسنجر و بعضی اپلیکیشن های دیگه. تمام کار نیست، اصلا سی پیو نیست که همه کار انجام بده. یعنی وقت عصبانی میشی، اول بپرس مغز من در حالت ساختن کدام فرضیه است یا چی فرضیه میسازه. یعنی وقت درد داری، نه دردت انکار بکنی، نه در این حال غرق دردت شوی، فقط ببینیش. و اینیمی دیدن را عصب شناسا برش فاصله فراشناختی میگن. فاصله بین دو شخص است که مثلا یکی او شخصی است که احساس میکنه واقعا و دوم کسی است که احساس تماشا میکنه. سم هریس یک از پادکستاش گفت که ما فکر میکنیم که احساسات را داریم، ولی در حالی است که احساسات ما را دارن. و عصب شناسی هم این موضوع را تایید میکنه. یعنی وقتی چیزی اذیتت میکنه، مغزت قبل از اینکه بفهمی چی شده وقت واکنش نشان داده. یعنی اول احساس میکنی و بعداً توجیه میکنی.